السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یعقوب علیه السلام در حران 20 سال زندگی کرد و با دخترهای تقایش لیا و راحیل ازدواج کرد. در مدت این 20 سال و فرزندانی زیادی داشت. روزی رسید که یعقوب علیه السلام خواست به نزد پدرش اسحاق علیه السلام برود با اهل و عیالش. پس به نزد تقایش آمد و از او اجازت پرسید. لابان تقای یعقوب علیه السلام راضی شد و اجازت داد. یعقوب علیه السلام با اهل و عیالش به طرف فلسطین حرکت کردند. یعقوب علیه السلام اکنون در فکر بود چطور با برادرش ملاقات میکند. عیسی قصد کرده بود که برادرش یعقوب را میکشد، یعنی دشمنی داشت با یعقوب علیه السلام. وقتی به منطقه ساعر رسیدن، یعنی نزدیک به فلسطین، یعقوب علیه السلام لباسش را روان کرد به برادرش، به عیسی. یعنی این یک نشانه خاکساری بود. برای برادرش نشان میداد که من با تو هیچ نفرتی ندارم. وقتی عیسی لباس یعقوب را دید، یعنی به عیسی رساندن، عیسی لباس برادرش یعقوب را برگرداند و لباس را آوردن به یعقوب رساندن و گفتند عیسی به نزد تو می آید با 400 نفر. یعقوب علیه السلام ترسید که بین او و بین برادرش عیسی فتنه می شود. پس با الله متعال بسیار دعا کرد که این دشمنی را از بین آنها دور کند و هیچ فتنه بین آنها نشود. پس یعقوب علیه السلام برای برادرش، یعنی برای عیسی، تحفه بزرگی تیار کرد تا تواند دلش را با این طریق گرم کند، نرم کند. از آن مالهایی که داشت، گوسفند و گاو و بزها، 300 تای آنها را جمع کرد و امر کرد که پیش از آنها حرکت کنند و همه اینها را از نام یعقوب به برادرش بسپارند. یعقوب علیه السلام باشد با اهل و عیالش شب حرکت میکردند، روزانه استراحت میکردند. همین طور سفر میکردند. یکی از شبها یعقوب علیه السلام یک ملائکه را به شکل انسان دید که به اهل و عیالش نزدیک می شود، از دوری می آید. پس یعقوب علیه السلام نزدیک شد با آن ملائک و هر دو جنگ کردند. میان یعقوب آسیب دید. وقتی سحر شد، ملائک پرسید نام تو چیست؟ گفت یعقوب. ملائک گفت تو را باید اسرائیل صدا کنم، یعنی بنده خدایی که شب سفر میکند. یعقوب علیه السلام پرسید تو کی هستی؟ ولی آن ملائک جواب نداد و رفت. پس یعقوب علیه السلام فهمید که آن ملائک بود. و باز یعقوب علیه السلام حرکت کرد. پای یعقوب علیه السلام می لنگید، درد می کرد. برای همین تا حال یهودی ها مغزی که در درون استخوان می شود آن را نمی خورند، یعنی برای خود حرام می دانند. بعد از چندی یعقوب علیه السلام از دوری دید که برادرش نزدیک می شود با 400 نفر. وقتی نزدیک شدن به یعقوب علیه السلام، یعقوب علیه السلام با اهل و عیالش 7 مراتبه برای عیسی، یعنی برای برادرش، سجده کردند. این سجده احترام بود و در آن زمانها جایز بود. سجده احترام جایز بود، چطوری که برای یوسف علیه السلام سجده کردند و همچنین برای آدم ملائک سجده کردند.
در آن زمان ها این سجده های احترام جایز بود و شرک حساب نمی شد، یعنی در شریعت آنها جایز بود. عیسی یعقوب علیه السلام را در آغوش گرفت و گریه کرد و پرسید اینها کی هستند؟ یعنی زن و فرزندان یعقوب را پرسید که اینها کی هستند؟ یعقوب علیه السلام گفت اینها زن و فرزندان من هستند و آن تحفه ها را به عیسی سپردند و هر دو به فلسطین در آمدند. الله متعال به یعقوب علیه السلام امر کرد که عبادتگاهی بنا کند. پس یعقوب علیه السلام در جایی که نشانی کرده بود در سنگ و نظر کرده بود که اگر سالم برگردد عبادتگاه بنا می کند، در همان جا عبادتگاه بنا کرد که تا حال وجود دارد، مسجد الاقصی، یعنی عبادتگاه یعنی که مسجدی که تا حال وجود دارد. بعد از یعقوب علیه السلام آن مسجد الاقصی یعنی که بیت المقدس را سلیمان علیه السلام بنا کرد، ولی یکمین شخصی که آن را بنا کرد یعقوب علیه السلام بود. یعقوب علیه السلام پدرش اسحاق علیه السلام را دید و بسیار خوشحال شد، یعنی 20 سال بعد با پدرش ملاقات کرد. و برای یعقوب پسر دیگری تولد شد از همسرش راحیل، آن را بنیامین نامیدند. اکنون برای یعقوب علیه السلام 12 تا پسر بود. از لیا روبیل بود، شمعون، لاوی، یهوذا، یساخیر و زبولون یعنی که زبولون. از راحیل یوسف و بنیامین. از زن خدمتگار راحیل دان و نفتالی و از زن خدمتگار لیا جاد و اشیر علیهم السلام. و یک دختر دیگری داشت که دینا نام داشت. یعقوب علیه السلام در منطقه حبرون زندگی میکرد که این منطقه در زمین کنعان است، در جایی که ابراهیم علیه السلام زندگی میکرد. و بعد از گذشت زمان اسحاق علیه السلام بیمار شد و وفات کرد. 180 سال داشت. او را در منطقه خلیل دفن کردند، در جایی که ابراهیم علیه السلام را دفن کرده بودند. در همان جا اسحاق علیه السلام را هم دفن کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.